همین پشه رو سرکنی چون میکنه بیزار شدیم همین پشه کور پشه خی یا همین چی همین پرابلم های سر کردن خان دروی که پلاتین زختی سر که میرو خی آخه ای مردک اوی حولی ای همین سرم که کنیم با آمدن میگرن ای درختا چسبیده خسته آمده ایست یعنی خیمه چه خیلی کنم یا من مگزینا دو میفروشن این خیلی پشه قپک یا تام خیلی خرید بیارمون ولای ساده او خونده ای خوندمون هم پشه رو میقپ سازه اما مردک همین شگر این رسیه رفتی آمدی وضعیت هستن یه ماشین خریدی همین آشنای گیرد اطرافت همه ای همین جو کوچیدن رفتن بیا بریم ایشر یه خونه بخریم نه پشه میگی نه کور پشه میخریم میره دو سه خونه هاشو میخریم بگو که بیزار شدیم این پشه کور پشه اینه من رفتم من تا چند بارا گفتم که همون مبلغی که دو حجره خریدم ای وای بعد تا گفتم که همون خونه که دو خونه خریدگی بودن کو او خب ای صبیرو خیش تبار بود خیش تبار اینا که شما دست داد آخه اینا ما گفتم بعد در نام من در بانک خیلی کاغذ دست ببریم میسپریم خاطرش چه بیزار کردی تو ای دست سلام علیکم و علیکم چی اکا بشم. جان سلام علیکم سوزی. اکا فقدی شما بله موی اکا جان من پیش ما روی کردن گبزن این مسئله خونه در ما خونه خرم ها خونه خر خونه میخرم سوزه دکتی رحمت اکا خونه خر خونه خر من مرحمت دیگه کنید اینا بینوی ما خودش 20 اوشونه 20 اوشونه 20 اوشونه یکم اوشونه تا پنجم اوشونه را یک خونه دارم بجایی ده نه بجایی دارم برای دوستا رفیق خوش و تبار اینا برای شما که ای تهدید خونه خره ده گوش کاکا من یکم پنجم در کار نیست من فقط 20 اوشونه در کار 20 بیستموشونه اوه، برای چی یکم دین سیم چور پنجم نیو 19 هم نیو در بیستم راست دیگه واقعا همین حوالی ده زندگی میکنم حوالی ده خونه زمینی ده فهمیدم همین پاشه ماشه بزرگ شدم برای همون من 20 در کار پاشه چی ده خونه داره در اینجا او تو پاشه 20 مترش میره اکا اما به حضور خون میره